درود بر همه دوستان ایپکس F1. من کیارش هستم و امروز با هم دیگه اومدیم بعد از مسابقه جنجالی مکزیک، پر جنجال ترین و پر اتفاق ترین و پر حادثه ترین مسابقه‌ای که شاید تو این 4-5 تا مسابقه که برگزار شد داشتیم و اون صحنه‌ای که از همه جنجال برانگیزتر بود، یعنی برخورد لوئیس و مکس رو با هم دیگه بررسی کنیم و یه صحبت کوتاه کنیم و ببینیم که واقعا پنالتی 10 ثانیه‌ای همیلتون واقعا به حق بود یا خیر. قبل از همه چیز حتما دکمه لایک، سابسکرایب، کامنت و زنگوله فراموش نشه. حتما این اینستا رو فالو کنید، حتما چنل تلگرامی رو داشته باشید تا از اخبار ویدیوهای ما با خبر باشید. بریم سراغ ویدیو. اول از همه واقعا میتونم بهتون بگم که دیگه رقابت این دو نفر از یک جایی به بعد حداقل برای من دیگه از فاز رقابت خارج شده. یعنی دیگه برای من اون جذابیت قبل رو نداره. اون تنشی که بینشون بود، مسابقه‌ای بود، برای من یکی حداقل از بین رفته. بیشتر انگار تبدیل شده به یک کینه، به یه برخوردایی که از قصده. اینا انگار یه چیزیه که از قبل مونده و این جور رفتار که تو مجارستان سال پیش هم دیدیم، اتفاق برزیل 2022 و دوباره حالا امسال هم این اتفاق بینش افتاد. حتی توی مسابقه مجارستان امسال هم سر رتبه 9-10 که بودن یه اتفاقات ریزی افتاد، ولی خب چون جفتشون رتبهشون خیلی پایین بود انقدر حاشیه واسه شون ایجاد نکرد. دیگه رقابت مکس و لوئیس از یه جای به بعد برای من دیگه شده انگار یه کینه، یه دشمنی، انگار واقعا دیگه رقابت نیست، از چارچوب رقابت خارج شده و این اصلا واسه من لذت بخش نیست حداقل. و یه جوریه برای من اون فاز مسابقه‌ای بودن رو نمیده، انگار یه چیز کینه‌ایه، یه چیزی که دشمنی کردیم و حالا قراره که بکشیم زیر هم دیگه. حالا میخوایم بررسی کنیم ببینیم که آقا واقعا این 10 ثانیه پنالتی لوئیس و 10 ثانیه پنالتی نگرفتن مکس ها 5 ثانیه یا 20 ثانیه، حالا هر کی یه چیزی میگه، واقعا حق لوئیس بود یا مکس واقعا حقش پنالتی نبود و بود چطوریه. خب بریم سراغ بررسی این صحنه. میخوام خیلی سریع بریم و اتفاقات مکزیکو تو یه ویدیو دیگه حتما توضیح میدیم. خب اتفاقی که شاید واسه همیلتون فن‌ها یه ذره ناراحت کننده بود، 8م شدن لوئیس بود به خاطر 10 ثانیه پنالتی که گرفت و خب لوئیس با لاستیکای سافتی که شروع کرده بود نتونست همون جوری که لکک داره دور میزنه لوئیس دور بزنه. دلیل متعددی داشت. خب ما میدونیم که نمیتونه لوئیس مثل چارلز لکک واقعا اونطوری دور بزنه توی مسابقات، چون هنوز با ماشین اخت نشده، هنوز واقعا کار داره با ماشین، اما عملکرد خوبی رو توی تعیین خط نشون داد. مکس ورستاپن با لاستیک مدیوم که به دما هم رسیده بود، دیگه رسیده بود به منطقه دیارس و دیارسونش بود و دیارس لوئیس رو داشت و اقدام به حمله میکنه. خب یه سری تصویره، فکر کنم 8-9 تا تصویره، من شماره تصویرها رو میگم و خب یکی یکی بررسی میکنیم. تصویر اولی که دارید میبینید با فلش نشون دادم و مشخص کردم، لحظه ای که مکس دایو میزنه سمت لوئیس همیلتون و به صراحت داریم میبینیم که لوئیس همون پیچی که داره خودش میره رو میره و مکس دایو بوم میزنه و یه برخورد ریزی با هم دیگه انجام میدن. خب این برخورد ریز مسابقه تلقی میشه، این چیزی که FIA خودش تو بیانیه‌اش گفته و این برخورد مسابقه‌ایه، یعنی اصلا شما میگن اوکیه، یعنی اصلا مشکلی توش نیست. این پس برخورد مسابقه تلقی میشه، اینجا اصلا کسی نمیتونه اعتراض کنه. اصلا که تا حالا دایو زدن، اصلا دایوی که باعث برخورد شدید بشه آره، ولی یه تاچ ریز بود، حقیقتا اتفاق عجیبی نبود. اتفاقی که میفته این تصویر دومی که دارید میبینید لحظه‌ای که لوئیس همیلتون تنها توی پیچه و اون جلو ماشین چارلز لککه. اینجا هنوز کسی وارد پیچ نشده و بعدش تو تصویر بعدی میبینید که مکس به صراحتا دایو میزنه و یه جورایی پوش میکنه لوئیس رو و میبینید که لوئیس اصلا از ترک خارج میشه. خب آیا آقا مکس لوئیس رو پوش کرد فلان؟ یه قانونی هستش، قانون هم اینه که
به صورت قانونی شما میتونی پوش کنی و حق تقدم با مهاجمه، کسی که داره حمله میکنه میتونه این کار رو انجام بده. خب عکس‌ها رو دارم میبینم که بهتون دقیق تر بگم. و به عنوان مهاجم شما میتونی به صورت قانونی پوش کنی. مکس هم دقیقا همون مهاجمه بوده، پس تا اینجا باز هم اوکیه، یعنی بازم نمیشه حرفی زد. خب مکس لوئیس رو پوش میکنه و توی تصویر بعدی، یعنی میشه تصویر 4ممون، میبینید که لوئیس دوتا چرخش کاملا از چرخ خارج شده. اون جلوی فلش قرمز اگه مشاهده بکنید ماشین چازکه و ماشین و فلش نارنجی بال سمت چپ مکسه که میبینید چون دایو زده خب لوئیس رو خارج میکنه چک. اینجا جاییه که لوئیس کم نمیاره. لوئیس هم به صورت قانونی باز هم پوش میکنه مکسو، چون باز هم دارم میگم بهتون قانون میگه که آقا شما به عنوان مهاجم میتونی پوش کنی و به صورت قانونی ویل تو ویل میمونن این دو نفر با هم دیگه. لوئیس کم نمیاره تو پیچ یک و ویل تو ویل میمونه با مکس و به صورت کاملا قانونی مکس رو پوش میکنه که تو عکس بعدیش هم حالا متوجهش میشید. خب و اینجا جایی میشه که به صورت قانونی وقتی پوش کرده مکس وارد چمن میشه و اتفاقی که میفته توی عکس بعدی شما مشاهده بکنید مکس داره اون جلو فلش قرمز داره از چمنا میاد بیرون. جایی که اینجا حاشیه است، یعنی اینجا حاشیه سازی بودش و حاشیه ساخته شده بود که آقا شما وقتی نمیتونی تو ترک بمونی خب از چمن خارج بشی، خب مگه نباید رده رو پس بدی؟ مگه آقا ما توی F1 25 نداریم اینو؟ مگه شما یه قانونی داره ریجوین کردن توی ترک، اونم اینه که شما باید با یه سرعت اولا بعد از راه استرار یا راه فرار بیایید. یه سری راه فرارا داره پیست، دقیقا همون جایی که لوئیس از راه فرار نمیاد و اینجا که مکس میاد چیزی نبوده، یعنی جایی نبوده، مجبور بوده که از تو چمنا بیاد. اما صحبتی که هست اینجا رو خوب دقت کنید، مکس سرعتشو نه تنها کم نمیکنه که هیچ، بلکه اصلا به فکر دادن رده نیست، این اصلا نمیخواد رده رو پس بده، چون از نظر قانونی میگه من پوش شدم به صورت قانونی، همونطوری که من به صورت قانونی لوئیس رو پوش کردم و اون اومد ریجوین کرد تو ترک و اونم منو پوش کرد، پس حالا اینجا تو این سکانس من واسه چی رتبه رو پس بدم؟ چون مکس ببینید یکی از باهوشترین راننده‌های گریده، فوق‌العاده به قانون و همه چی واقفه، یعنی همه چی رو میدونه. شاید بگم با دانشترین، شاید اسورد میتونه باشه در این ابعاد قوانین رو میدونه. شما برگردید به میامی سال پیش کاملا میتونی متوجه بشی وقتی لندو نوریس و مکس با هم دیگه فایت کردن و آخرم لندو جریمه شد، یعنی مکس واقعا واقفه بر قانون. خب و میبینید ماشین جلوی مکس، بعد از اون لوئیس میاد ویل تو ویل میشه باش، جفت چرخ لوئیس و لاستیک سمت راست مکس رو میبینید، اون خط قرمز جایی که اینا قراره ترمز بکنن. خب و توی عکس بعدی میبینید که لوئیس میاد جلو، منتها اینجا توی ایپکس، ببینید ایپکس خیلی مهمه. خب چنل خودمونم ایپکس فانه، توی عکس حتما اینو خوب دقت کنید. توی پیچ 4 توی ایپکس لوئیس عقب تره، حالا توی این عکس الان لحظه‌ای که لاکاپ کرده و توی ایپکس مکس جلوتره. خب ما نتونستیم دقیق اون عکس رو حالا در بیاریم و توی یه قانونی داریم ما میگه که آقا وقتی شما توی ایپکس عقب تر هستی، اونی که جلوتر حق تقدم با اون. و لوئیس لاکاپ میکنه و میره توی چمنا دقیقا عین مکس. خب اما با چه تفاوتی؟ با این تفاوت که اونجا راه استرار داشت. راه استرار دقیقا تقریبا یه آسفالت توری کوچولوتوری مارپیچیه، راه فراره حالا، و ریجوین میکنه تو ترک.
دو تا چیز لوئیس زیر سوال، یعنی زیر پا میذاره. یکی از اونجا نمیره، کامل کات کورنرینگ میکنه. یکی با سرعت واقعا زیادی وارد پیس میشه دوباره، یعنی ریجوین تو ترک لوئیس واقعا با سرعته و واقعا حقش بوده پنالتی. شما نمیتونی به خاطر اینکه به این میگن آقا کات کورنرینگ کردن به خاطر اینکه منفعت طلبی باشه، یعنی سود ببری، رتبه تو حفظ کنی. حالا رتبه لوئیس که حفظ شد هیچی، باعث شد مکس هم تازه یه دونه عقب بیفته، برمن بیاد جاش و این منفعت طلبی حساب میشه. میدونی این سوده واسه خود لوئیس و باید پنالتی میگرفت لوئیس. اما صحبتی که هستش این، فکر کنم دیگه عکس آخر رو دیدید دیگه. عکس آخرم بذار بهتون نشون بدم، جایی که لوئیس لاکاپ میکنه و باز هم دارید میبینید وقتی که لاکاپ میکنه هنوز بال سمت راست مکس که میشه سمت چپ لوئیس جلوتر از لوئیسه. یعنی میدونید اپکس کاملا واسه مکس بوده. صحبتی که حالا هستش اصلا این که همیلتون فن ها خیلیشون معتقدن که پنالتی لوئیس ناحق بود. خیر، واقعا ناحق نبود. شما نمیتونی با هر سرعتی دلت میخواد ریجوین کنی تو ترک. شما نمیتونی کات کورنرینگ اصلا هر مدل کات کورنرینگ، اصلا کات کورنرینگ کردن یه سری اصول داره. باید با از راه فرار اگه داره یا راه استراحت داره حتما بعد از اونجا بیای، حتما باید با سرعت مناسب بیاد و حتما وقتی میای نباید سود واسه تو داشته باشه، باید یه بهایی داشته باشه دیگه، منفعت طلبی نباید باشه دیگه. و قشنگ میبینید کات میکنه پیچ و ردرم نگه میداره. و حالا صحبتی که باقی میمونه اینه که اون لحظه‌ای که مکس ریجوین میکنه تو ترک، آیا مکس هم سرعتش رو رعایت کرد؟ نه. از نظر من ببینید قوانین یه سری خلأ داره، قوانین یه سری مشکلات داره. اینو نمیتونی بندازیم پای حالا مثلا رانندگی ها یا اتفاقات. قوانین FIA کاملا یه جوری نوشته شده. شما فرض کن یه کتابیه من نوشتم 1000 تا قانونه، میگم آقا این 1000 تا قانون، این کتاب دست شما استوارت مسابقه مکزیک هستید، داورید و بسم الله داوری کنید. اینا بر میدارن از رو همون کتابی که آقا نمیتونی. ببین این ورزش مثل فوتبال نی، یه خطا از پشت، یه پیرن کشیدن، هند کردن، آفساید، یه چیزا بیسیکی داره فوتبال، یه چیزا کاملا قشنگ میتونید ببینی شما. آقا مثلا هند آقا آفسایده، مثلا یه چیز خاصی نداره بگه خلأ قوانین فوتبال. مثلا خلأ قوانین تو فوتبال نداریم، اما موتور اسپورت داستانش فرق میکنه. شما نمیتونی تعیین کنی که آقا حق تقدم با مهاجم میتونه به صورت قانونی حق تقدمشو داره که پوش کنه طرفو توی گراول یا گرس. آقا حق تقدم با کسیه که ایپکسو داره. آقا ریجان اینا یه سری باگ ها هستن. قوانین FIA هم همینه. شما نمیتونی 1000 تا قانون توی کتابت بنویسی طبق اون عمل کنی، چون هر سری ممکنه یه اتفاق عجیب بیفته، یه اتفاق خاص بیفته، یه اتفاق جدید بیفته. صحبت طرفدارای دیروز این بودش که آقا مکس چرا هی داره کات کورنرینگ میکنه پنالتی نمیگیره، چرا تو استارت میاد جلوی مرسدس ها، جلوی حتی همیلتون قرار میگیره، چرا پنالتی نمیگیره. صحبتی که هستش ببینید ذهن، چشم وقتی اینا رو میبینه، اصلا این قوانینه طبق قانون FIA که نوشته شده. مکس به صورت قانونی چون مهاجم بوده لوئیس قانونی پوش میکنه، لوئیس هم قانونی اینو پوش میکنه. اما قانون همیشه لزوما درستیه کار نیست. آقا شما با چشم خودت داری میبینی، شما مغزت داره میگه بابا نمیشه که آقا یکی بیاد مثلا دیر ترمز کنه باعث بشه اونه که خارج بشه از ترک و بعدش اصلا بعضی اوقات ذهن و مغزتون میگه آقا قبول نمیکنه، نمیپذیره، در صورتی که قوانین آقا خلأ داره. اینا رو باید بندازید تقصیر قوانین FIA.
آقا مکس مقصره؟ نه، مکس مقصر نیست. مکس داره از قوانین سوء استفاده میکنه، چون میدونه قانون چیه، چون رفته آقا دیده قانونو. آدم بسیار باهوشیه، میدونه چنده. مکس داره سوء استفاده میکنه از قوانین. کیه که نکنه؟ کی بدش میاد؟ آقا مکس خشن رانندگی میکنه، مسابقه همه رو خراب میکنه. قوانین آقا از سال 2019 به بعد اینجور قوانین نوشته شد. شما برید یقه FIA رو بگیرید. مکس داره فقط از این قوانین FIA سوء استفاده میکنه. بله آقا، سر سکانس راسل که حتما توی مسابقه به مکزیک میپردازیم، مکس باید پنالتی میگرفت، حالا 5 ثانیه. مکس نباید بدون پنالتی دیروز میومد بیرون. توی پیچ یک، توی استارت تراکم ماشین زیاده و خب یه سری ها میگن یه سری قوانین هستش که میگن به خاطر تراکم ماشین توی پیچ یک مکزیک معمولا بررسی نمیشه. اینکه آقا لکک چرا ردر نداد به لوئیس کات نکرد. ببینید واقعا ناراحت کننده است. ببین شما جورج راسل میاد میگه آقا من و لوئیس و بقیه سعی میکردیم بمونیم تو ترک. خب کسی که کات کورنری میکنه وقتی با کسی که نمیدونم میمونه توی ترک چرا هیچ فرقی نمیکنه؟ خب اونایی که تمیز رانندگی میکنن خب شاکی میشن. خب درست داره میگه. این مشکل قوانینه، مشکل رانندگی. آقا شما هم نتونستی کات کورنرینگ کن، چون توی پیچ یک توی مکزیک توی استارتش تراکم ماشین زیاده. معمولا خیلی از برخوردها و اتفاقات اصلا بررسی نمیکنن. اینو مشکلش چیه؟ این مشکل از قوانینه، این مشکل از هیچ کس نیست. آره برخورد لوئیس و مکس وقتی به ظاهر ناری نگاه میکنی داری میگه آقا مکس داره چیکار میکنه؟ آقا مکس چرا مسابقه مرسدس و فراری خراب میکنه؟ صحبت من اینه، این از نظر منه. هیچ جای قانون ننوشته، نه من قانون گذارم نه جزء سورتم، من هیچ کسی نیستم. من کوچیک همه شما هم هستم. عزیزید واقعا مرسی که تا الان هم ویدیو رو دیدید. این از نظر من یا همه باید پنالتی بگیرن تو اون اتفاق. همه توی پیچ 1 و 4 و اینا تقریبا همه پنالتی گرفتن، تک تکشون پنالتی. ساینز پنالتی گرفت، لوئیس پنالتی گرفت، مکس هم باید پنالتی میگرفت. سر اتفاقش با لوئیس میتونست پنالتی بگیره، سر اتفاقش با جورج راسل حتما باید پنالتی میگرفت. سر اتفاقش با لوئیس جای بحث داره، لوئیس که باید پنالتی میگرفت. ولی آقا وقتی شما ریجوین تو ترک میدی، مکس رو دارم میگم، شما یا باید رتبه رو پس بدی یا سرعتتو باید کم کنی. ببین این اتفاق دقیقاً جده 2021 هم افتاد، جایی که باید بعد از اون برخورد لوئیس و مکس دقیقاً دم پیچ میاد به لوئیس پس بده رتبه رو. ولی خب W12 کجا، فراری الان کجا، اصلا اون پرفورمنس لوئیس کجا، بعد خاصیت اون پیس کجا، خاصیت این پیس کجا، اصلا نمیشه مقایسه کرد. از نظر بنده مکس واقعا باید رده رو پس میداد، یا حداقلش این بودش که لوئیس نباید لاکاپ میکرد. لوئیس دنبال چی بود من نمیدونم، باید میذاشتش که اون برخورده بررسی بشه، شاید اون موقع حالا شرایط فرق میکرد. اما من معتقدم پنالتی لوئیس مقصرش مکسه. چرا؟ سلسله مراتب اتفاقات باعث میشه که لوئیس پنالتی بگیره. وقتی رو شما دایو میزنن، پوشت میکنن بیرون ترک، شما داری ریجوین میدی تو ترک، ناخواسته بالاخره داری میای تو ترک با حالا هر چی داره فرمون میگیری دیگه. خب لوئیس هم ناخواسته رو مکس فرمون میگیره که بیا جوین بده تو ترک. نمیتونه که اونم چمن کات کورنرینگ میکرد. میتونست کات کورنرینگ کنه یا نه خود من الان نمیدونم. یعنی اگه الان مکس لوئیسو وقتی پوش کرد میتونست کات کورنرینگ کنه یا نه، اون موقع هم بعد رده رو پس میده. موقع چه جوری میشد؟ خب اینا خلأ قوانینه، اینا سلیقه‌ای نظر دادن استورتا و اون کتابیه که آقا اون کتاب همیشه جواب نیست. ما صحنه‌های استثنایی زیاد داریم آقا، صحنه‌های خاص زیاد داریم، سکانسایی داریم که نمیشه با اون نوشته بررسیش کرد. آقا شاید یه اتفاق خاص بیفته، شاید اصلا بند فلان قوانین شما شامل یه اتفاقه، شاید مثلا یه اتفاقی بیفته هیچ بندی راجبش تو قوانین نباشه، شما چجوری میخوای بررسی کنی؟ اینه که میگم مشکل خلأ قوانینه. مکس داره از قوانین سوء استفاده میکنه. بله واقعا
اتفاقی بودش که دیروز شاید منفور شد دوباره. خیلی‌ها به یاد 2021 اتفاقاتی که افتاد اشاره می‌کردن، اما من مکس رو مقصر کامل نمیدونم. میگم داره سوء استفاده میکنن قوانین. و خب لوئیس وقتی داشت ریجوین تو ترک میداد دیگه خودکار فرمان میگیره رو مکس. خب مکس هم کات کورنرینگ میکنه میاد و لوئیس فکر میکنه که خب حالا بعد این رده رو به من بده دیگه. اینم کات کورنرینگ کرده، اونم به خاطر منفعت طلبیش کات کورنرینگ کرده. صحبت دقیقا سر همینه. اگه لوئیس کات کورنرینگش برای حفظ رده بوده، مکس هم برای حفظ رده بوده. خب اما صحبتی نیستش که کاملا لوئیس به خاطر اون حفظ. لوئیس به دلیل سرعت غیر مجاز و اون راه فرار اضطرار نیومدن پنالتی میگیره. اما مکس هنوز مشخص نیست آقا باید سرعت رو کم میکرد، رده رو میداد یا نمیداد. خیلی میگن رده رو که داد که اصلا این هیچی، اصلا رده رو نداد. تا آخرین لحظه با لوئیس دیر ترمز کرد، چون اگه زود ترمز میکرد که لوئیس لاکاپ نمیکرد که. این خلق قوانینه واقعا. ولی میگم دیگه رقابت این دو نفر برای من سرسام آور شده. یعنی وقتی این دو نفر پشت هم میافتن دیگه برام ببین، چون الان مثلا لوئیس که تو کورس قهرمانی نبود، خب می‌خواست اولین پودیومش رو با فراری بگیره، یا مثلا مجارستان سال پیش، یا حالا مثلا اتفاقاتی که میفته دیگه اون جذابیت رو نداره. میگم از رقابت تبدیل به کینه شده، تبدیل به رو کم کنی شده. ما چرا باید هر سری که این دو نفر پشت هم میافتن یه داستانی داشته باشیم؟ چرا نباید؟ چرا کوتاه نمیان؟ این موضوعیه که واقعا سرسام آور شده. صحبت دیگه باقی نمیمونه. آخر صحبتم اینه که یا همه باید پنالتی میگرفتن یا هیچ کس. وقتی همه پنالتی گرفتن، مکس هم باید تو اون صحنه یه پنالتی ازش در میومد. سر سکانسش با استارت، سر سکانسش با راسل، سر سکانسش با لوئیس، از همه اینا مجموعش یه پنالتی 5 ثانیه‌ای حداقل در می اومد. چون نمیتونی به همه پنالتی بدی اما به مکس تو اون سکانس و تو اون جنگ و دعوا یهو بیای هیچی پنالتی ندی. و رسما دیروز ردبول نبود، ماشین چمنزنی بود. همش تو چمن بود. یه ذره میگم قوانین افایه کسی هم چیزی نمیتونه بگه. شما به عنوان مهاجم حق تقدم رو داری، مکس ایپکس رو داشت، حق با اون بود و صحبتامو کردم. این که حالا پنالتی لوئیس به حق بود دیگه، حالا صحبتامو کردم، شما خودتون نتیجه گیری بکنید. این بود نبرد بهترین ها. امیدوارم که این نبرد تبدیل بشه حداقل به فصلهای بعد به قهرمانی. یعنی اینطوری نباشه که رو کم کنی تک مسابقه‌ای باشه، چون واقعا دیگه سرسام آور شده رقابت این دو نفر. امیدوارم که لذت برده باشید. حتما مسابقه مکزیک و اتفاقات دیگه‌شو بررسی می‌کنیم، مخصوصا پنالتیش سر راسل که مکس باید تو اون سکانس حتما پنالتی میگرفت. حالا سر لوئیس همیلتون که خیلی‌ها توی توییتر، خیلی‌ها در فضای مجازی، خیلی‌ها در سوشال مدیا، توی اسکای اسپورت خیلی‌ها میگفتن که مکس اونجا هم باید پنالتی میگرفت، یا حداقل میگفتن مکس داره از قوانین سوء استفاده میکنه و کلا از کثیف رانندگی کردن و ناجوان مردانه رانندگی کردن صحبت شد که دیگه حالا من صحبتامو کردم، نظرم هم گفتم چه اتفاقی افتاد و چی شد. اما سر سکانسش با راسل حتما ما ویدیوش اگه شد میذاریم، مسابقه مکزیکو حتما بهتر بررسی میکنیم. اتفاق این دو نفرم بسیار جنجال برانگیز بود، در همه جا گفتیم که اینو سریعتر از همه بذاریم. مرسی که حمایت میکنید. حتما چنل رو لایک، سابسکرایب، کامنت انگلیسی فراموش نشه. اینستا رو حتما فالو کنید. تا ویدیو بعدی، بدرود.